با برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی خوش آمدید. سلام بیننده عزیز. خبرهای نوی تاجیکستان و جهان را برای روزی 23 می من مومین احمدی پیشکش میکنم. سرخط خبرها: امام علی رحمان با ابراهیم رئیسی ویدا گفت. مراسم خاکسپاری رئیس جمهور ایران در مشهد برگزار شد. بازار روزوا یگانه جایی که مردم دو درواز، یکی از افغانستان و دیگری از تاجیکستان را گردی هم می‌آورد تا داد و گرفت کنند. ما زودتر تلخان میاریم، کچالی میاریم، چهارمغز میاریم، با این زبان بفروشیم، باز کدوم چیزی که اینجا پیدا شد میگیریم میریم. موتورسیکل سواران چندین کشور در خوجند جشنواره بین المللی آنها را در ولایت سوخت شمال تاجیکستان گردی هم آورد. من به همه توصیه میدیم که البته به اینجا بیایند. حتما این فرهنگ و مدنیت را با چشمان خود ببینند. برنامه را با آخرین خبر از ایران آغاز میکنیم. روز 23 می مراسم خاکسپاری پیکره ابراهیم رئیسی پرزیدنت ایران که در سقوط چرخبال هلاک شد در زادگاه شهر مشهد برگزار شد. در ایران برای گرامی داشت یاد پرزیدنت، وزیر کارهای خارجه و چند مقامدار دیگر این کشور که در صدمه چرخبال به هلاکت رسیدند ماتم ملی اعلان شد. رسانه‌های ایران از شرکت ده‌ها هزار نفر در مراسم ویدا و جنازه آنها گزارش دادند. شهلای گلخواجه را گوش کنید. سید ابراهیم رئیسی و شهدای همراه ایشان. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در مراسم ویدا با ابراهیم رئیسی. او که از سهم رئیسی در گسترش روابط دوستانه توصیف کرد، روز 22 می در برابر نمایندگان چندین کشور دنیا به ایران سفر نمود. بعد از ماتم 3 روزه، ابراهیم رئیسی پرزیدنت ایران در مشهد و امیر حسن عبداللهیان وزیر کارهای خارجه این کشور در شهر ری نزدیک تهران به خاک سپرده شدند. در نوارهای تلویزیون‌های دولتی ایران دیده می شود که هزاران نفر در مراسم جنازه مقامداران بلندپایه شرکت دارند. برخی از ایرانی‌ها گفتند که در تلفن‌هایشان پیامک گرفتند تا در جنازه اشتراک کنند. نماز جنازه آنها را آیت الله خامنه‌ای رهبر روحانی ایران که عملاً این کشور را اداره می‌کند خواند. او معمولاً در جنازه مقامداران بلندپایه سخنرانی می‌کرد، ولی در این مراسم بجز دعا حرفی نگفت. ابراهیم رئیسی که بسیاری ها او را جایگزین احتمالی رهبر روحانی ایران می‌دانستند، یک چهره جنجالی در میان ایرانیان در خارج و داخل این کشور بود. او سالها در نظام دادستانی و دادگاهی ایران کار کرده حکم قتل صدها نفر را صادر نموده است. طرفدارانش او را میهن پرست، ولی مخالفانش ظالم و بیرحم عنوان می‌کنند. همیشه از وقتی رئیس جمهور شد دیگه خیلی سنگین بود بره. ما مادر داغدار که واقعا بازمانده او قتل عام هستیم که ابراهیم رئیسی انجام داد. چرخبالی که ابراهیم رئیسی سوار آن بود روز 19 می هنگام بازگشت از ولایت آذربایجان سرنگون شد. او همراه با امیر حسین عبداللهیان وزیر کارهای خارجه این کشور، رئیس ولایت آذربایجان، امام خطیب نماز جمعه تبریز و 4 سرنشین چرخبال به هلاکت رسیدند. هنوز سبب سرنگون شدن چرخبال پرزیدنت ایران معلوم نیست. ماموران امنیتی تاجیکستان یک هفته پیش گروهی از ساکنان جماعتی از غلام ناحیه ونج را دستگیر کردند. بازداشت روز 16 می صورت گرفته با اطلاع دریافتی آنها به آمادگی به خرابکاری گمان زد هستند. حادثه به شب و روز راست می‌آید که مرزبانها سفر ساکنان و خارجیان را به منطقه‌های سرحدی محدود کرده بودند. قضیه را همکار ما میرزا خالقزاد پیگیری داشت و حالا در استودیو با ماست. میرزا چی اطلاع نوی به دست آمد؟ سلام مومین و بینندگان ارجمند. ما با مصنف مهمانوف رئیس جماعتی از گلام صحبت تلفنی داشتیم و گفت که 12 ساکن دهی ژمک برای بازپرسی به دوشنبه برده شدند و با بهانه آنکه قضیه مخفی است و آن را نمایندگان کمیته امنیت ملی تاجیکستان تحقیق دارند تفصیلات نداد. از این قبل رسانه‌های پمیر اینساید و ازدا تیوی روز 22 می درباره بازداشت کمش 35 ساکن دههای ژمک و
اندربک یزگلام گزارش دادند. کمیته دولتی امنیت ملی قضیه را شرح نداده است و پامیر اینساید روز 23 می انگیزه عملیات را به معرکه گسترده ضد حجاب روسری پیوند داده است. منبع گفته است مقامات جوانانی را که می توانستند برای رید مشکل ایجاد کنند پیش بازداشت کردند. چند همصحبت رادیو آزادی در جماعت یزگلام بازداشت ساکنان را به آوازها درباره گویا وارد شدن گروهی از جوانان از افغانستان ربط دادند. عادنشا مرزاده رئیس ناحیه ونج روز 23 می به ما گفت که چند پیش مقامات با مردم یزگلام ملاقات داشتند و در صحبت مسئله عبور چند تن از افغانستان در میان بود و جزئیات نداد و با خبری آنکه حالا وضع آرام است و پرسش و تعقیب جای ندارد اکتفا کرد. میرزا نبی چی طور گفتید تا این دم فرضیه های بازداشتی دست جمعی گوناگون است، ولی جالب است که همان شب و روز مزبان های تاجیکستان یک اظهاراتی درباره منطقه های سرحدی داده بودند. آیا میان این هر دو پیوندی هست؟ بله، اشاره شما واقعا درست است. بازداشت ها روز 16 می صورت گرفته است. مرزبان های تاجیکستان روز 17 می از شهروندان جمهوری و خارجیان خواستند که به شناسنامه یا سندهای دیگری تصدیق کننده هویت به منطقه های سرحدی در ختلان و ولایت بدخشان نروند. این دو ولایت در سرحد با افغانستان جایگیر هستند. نیروهای مرزبانی سبب را به وضع منطقه و جهان و کوشش سازمان‌های تروریستی و اکستریمیستی برای غیر قانونی گذشتن سرحدهای دولتی و عملهای تروریستی از جمله تاجیکستان ربط دادند. حالا معلوم نیست که بیانیه نیروهای مرزبانی تا کجا به بازداشت‌ها در یزگلام ربط دارد. یک سال پیش در یزگلام 2 عضو جماعت انصارالله که از افغانستان به خاک تاجیکستان آمده بودند کشتند. تشکر همکارم میرزا نبی خالقزاد درباره گزارش‌ها راجع به بازداشت و بازپرسی 10 نفر در جماعت یزگلام صحبت می‌کرد. و موضوع رو از بدخشان ادامه میدهیم، ولی از حکومت تاجیکستان که طالبان رو بر رسمیت نمیشناسد و سازمانشان رو هم تروریستی میداند، هر هفته با گروهی از ساکنان همسایه کشور اجازه میدهد وارد چند ناحیه مرزی شوند و تجارت کنند. بازارهای نزدی مرزی یگانه جایی برای ساکنان افغانستان است که میتوانند بیایند و با همسایگانشان در این طرف مرز داد و گرفت کنند. خبرنگاران خبرگزاری فرانس پرس به یکی از این بازارها راه یافتند و همکار ما کمیمر سیاتا گزارشی را در این باره تقدیم میکند. این یگان بازار در افغانستان همسایه نیست. اینجا بازار مرزی روزوای در ناحیه درواز و قلمروی تاجیکستان است. یگانه جایی که ساکنان دو طرفی مرز حق دارند که جمع آمده خرید و فروش کنند. ما دو طرف تلخان میاریم، کچالی میاریم، چارمغز میاریم، باید جبان بفروشیم، باز کدوم چیزی که اینجا پیدا شد میگیریم میریم. شیر ملکوت میبریم، دیگه تخم مرغ استفاده میکنیم، خود مرغ استفاده میکنیم، میتونیم که بریم. دیگه از این چیزایی که ضرورت است ما میتونیم که از این طرف هم استفاده کنیم. این مردم تاجیک هم میتونن که استفاده کنن. برای افغان‌هایی که حالا طالبان به آنها فرمان فرمایی میکنند، در آمدن به بازار روزوای و خرید و فروش در آن یک امکانی نادر است. تاجیکستان گروه طالبان را سازمان تروریستی میداند و حکومتشان را اعتراف نکرده است. اما اجازه داده است که هفته یک بار هر روز شنبه بازار برای افغانستانی ها باز شود. در نظر ما خیلی معقوله که مثلا وقتی که بازار نبود خیلی مشکلات، مثلا چیزای ضرورت میشد که در این طرف مثلا پیدا میشد، ولی چیزای از این طرف ضرورت میشه که در اون طرف پیدا میشه. پس این همین ضرورت بازار احساس میشه که باید باشه. روابط بین دو تا فرهنگ با هم وصل میکنه، مردم با هم آشنا میشن. یکی از فایده هاش این است. مردم بدخشان تاجیکستان و ناحیه‌های دیگری سرحدی از جنوب هم برای تجارت به اینجا می آیند و آن را منبعی درآمد برای مردم کشاورز می دانند. یا حالت محکم شد مردم میوه سر نمیوجور سودا کنه، من یکون مرغ سر نمیوجور سودا، یکون چیزش ای خودجگیش میوار سودا میکنه نشدم چند که محکم بود. انا از بازار هوش از که بهترینه که بازارش است. برای چی؟ برای که ما مردم درواز، مردم شهر کلو میایم، یک میوه میاریم سودا میکنیم، یک چیزی خودجگی میاریم سودا میکنیم. در مرز بیش از 1300 کیلومتری تاجیکستان و افغانستان چند بازار نزدی مرزی هست که آنجا مردم دو طرف داد و ستد میکنند. بازارها را چند سال پیش بستند و یک سبب هم بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بود. سال 2019 هم وابسته به
پاندمی که یعنی کووید 19 که شده بود هم وابسته به وضع سیاسی دولت همسایه افغانستان یک نوبت بازار نزدیک سرحدی روزوای یعنی محکم گردید، یعنی پوشیده شد و طبق دستور سپارش‌های به واسطه حکومت کشور سال سپتامبر سال 2023 باز بازار نزدیک سرحدی دهه روزوای از نو گشوده گردید. بازار تحت نظارت سخت نیروهای امنیتی تاجیکستان است که از ورود جنگجویان و افراطگرایان اسلامی به کشور بیم دارند. بعد از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، حکومت تاجیکستان هیچ ارتباط نزدیک و در سطح بالا نداشته است، ولی تجارت بین دو طرف همچنان ادامه دارد. بنا به آمار رسمی در سال 2023 دو طرف به 97 میلیون دلار تجارت کردند که اکثرا از حساب فروش برق به افغانستان است. برنامه را با گزارشی از شمال تاجیکستان ادامه می‌دهیم. در شمال تاجیکستان همایش ورزشی برگزار شد که به آن موتورسیکل ران‌ها از قرقیزستان هم آمدند. جشنواره موتورسیکل ران‌های سوغدیان آخر هفته گذشته در شهر خوجند برگزار شد و این نوع ورزشکاران را از چند کشور پساشوروی به هم آورد. سازمان دهندگان چهاربینی گفتند که مقصد این همایش یک نوع دوستی بین ملت هاست. فرزان محمدی همکار ما در خوجند در این باره گزارش دارد. شهر خوجند بار اول شاهدی کاروانی موتورسیکل های زیاد گردید. روزی 18 می بیش از 400 موتورسیکلران از قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان، روسیه و بلاروس نخستین همایش بین المللی این نوع ورزش را در مرکز ولایت سوغد برگزار کردند. این از کمترین جشنواره هاست که در آن بار اول پس از بسته شدن مرزها ورزشکاران از قرقیزستان شرکت ورزیدند. من باری اول در تاجیکستان هستم و بالاخره برای از سرحد گذشتن امکان یافتم. نوبسته از وضع بارانی هوا همه ما در اینجا جمع آمدیم و تاجیکستان رو با این همایش تبریک میگم. راههای اینجا خیلی خوب بودند و دیروز ما رو خوب پیشواز گرفتند. همایش فستیوال سوغدیان عنوان داشت. چهاربینی مذکور از سوی جمعیت موتورسیکلران‌های تاجیکستان راه اندازی شده، آن را حکومت ولایت سوغد سرپرستی کرده است. تشکیل کنندگان همایش هدف آن را ترغیب دوستی خلق‌ها ارزیابی کردند. ما از روسیه اومدیم و در حقیقت دوست داشتیم. من به این کوه و منظره ها نگاه میکنم و از زیبایی تاجیکستان به حیرت افتادم. من به همه توصیه میدیم که البته به اینجا بیایند. حتما این فرهنگ و مدنیت را با چشمان خود ببینند. با کشور ما قریب از تمام کشورهای آسیای مرکزی آمدند و این بسیار فرح بخش است. چند پیش در چنین همایش در خوقند من درک کردم که موتورسیکل سرحد ندارد و مردمان را به هم می‌آورد. این کار در منطقه ما صلح و همدیگر فهمی را برقرار می‌سازد. این نوع ورزش در تاجیکستان طی چند سال اخیر رو به رشد آورده است. بایکرهای تاجیک اولی ماه اپریل سال 2015 در دوشنبه با برگزاری جشن پرشکوه بخشیده به روز ورزشی موتورسیکل رانی از خود درک داده بودند. از آن به بعد قریب همه ساله پایگاه موتورسیکل رانی در کشور دایر می گردد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. برنامه اخباری آزادی به پایان رسید. خبرهای نوی ما را در سامانه رادیوی آزادی زیر azadi.org و صفحه ما در فیسبوک و اینستاگرام، یوتیوب و تلگرام @نکلاسنیک و شبکه ایکس پیگیری کنید. خدا نگهداری شما باد.